دوستان عزیز، آمدیم با همکارا به یک از سماورای قدیمی در شهر هرات در بازار چهارسوق. 95 یا کمتر یا بیشتر اقامت کاری دارم. من تقریبا 48 سال سن منه، شاید 30 سال با این دکان کار کنم. بعد از 12-13 سالی شماره من چون کجا پیدا کرد، زنگ زد فلانی به کجا، گفتم به دکانم. گفت به ما تا 12 تا دیزی ما نگاه دار که همی ما لگه تیاره تک شدیم یا مدر تک شدیم، من مدر دقیقه دیگه پیش دانه. بابا کشمشای آدم نگاه میکنه، اصلا هر کدام اندازه یک جوزی نام خدا دیگه این تمت که ما میکشیم بیودنش، هم کیفیت غذای نام خدا خوبه و هم قیمتانی. همین کلونای ما داشتیم، سفیدای داشتیم، اونا بیچارا برفتن. انال ما به کوچه خراتی ها یک نفر کلون با هم کوچه خراتی ها هستیم. 10 تا به در یک دکانی میشیستیم، همین دو چارا گذاشته بود، شیپورا گذاشته بود، میخوردیم. آنه باز ما ساعت از اینه میرفتیم ایبری به گدیا سوار میشدیم، میرفتیم در سینما چقدر میشدیم بخور. ساعت موتیر بود، نوربای سلطان بود، سرور لاغری بود، دیگه رحمان غول بود، رحمان گنده بود، علما بچه شیر بود. اینا چی کاره بودن؟ چی کار اینا با اون بازار عراق نمی بودن. خدایا جان هرچی مسافره، چی به لندن، چی به ایران و هر تپه که هست بشیندن. سلام بسیاری برای نابرسته. بسم الله الله اکبر گفته هم نزنیم. من بگم که یک دیگه هم میستونم حال به طلاق دیگه مگه نگم چی. این دل شما ماه بستانه؟ دل ماه که از هست رو چو سلام میکنم. ما میگفتم پول بریم با پیاخه میگفتم پول بری. یک شمزه بریم میداد. شمزه را میرفتم زردک میستون کرد و من پول از زردک میخورم. انال بیا تماشا کن. انال بیت وقت شده که برار با برار نمیتونه برسه، نمیه. عید به عید سران دیگه خب برارا بلد میان. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمام خاطبین چنل یوتیوب زیبای افغانستان. امیدوارم هر جایی که هستین سلامت و تندرست باشین. دوستان عزیز، آمدیم با همکارا به یک از سماورای قدیمی در شهر هرات در بازار چهارسوق داخل کوچه امام عزیزی. امیدوارم تا آخر برنامه در کنار من باشین. این سماواری قدامت 90 ساله داره، تصویر هم میگیریم برای شما و دیگه چند تا مصاحبه هم داریم از دوستا که انشالله در ادامه برنامه برای شما به نمایش میگذاریم. سپاسگزارم، تا آخر برنامه در کنار باشید. تشکر. دوستان عزیز مجددا خوش آمدین. برنامه ما ادامه داره. کنار یک از دوستا هستیم که مسئول همین سماواری هستن. با اون یک معرفی میشیم و در مورد تاریخچه و موضوعات دیگر از اونها سوال داریم. سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم. ادب. خوب هستیم ان شاء الله. سلامت شما. سلام باشید. بخیر. وقت شما خوش. قربان شما. یک معرفی اگر داشته باشین خودخواه. یک هموطن حتمی باشندگان هرات، کوچه دیدالان به اسم ما در کوچه امام عزیزی میگن. سابقه دار همین قسمت بازار و کوچه که سماوار هست از خدا بیامرز پدرم هست. تقریبا 90-95 یا کمتر یا بیشتر اقامت کاری دارم. من تقریبا 48 سال سن منه، شاید 30 سال با این دکان کار کنم. یعنی 30 سال میشه که شما به همینجا مصروفیت دارین. پس تمام مردم و همین منطقه اینا شما رو میشناسن. همه خود درسته این بازار و کوچه، خیش به خیش این کوچه بازار و کوچه هم دیگر خود میشناسیم و خدای محیط همه باشنه داره. دیگه بسیار خوب. برای ما لطف کنین بگین که داخل همین سماواری بیشترین چیزی که شما سفارش دارین چیه؟ در بخش چای، در بخش دیزیه، در بخش غذای چی؟ دیگه چیزی هست که هر چیزی که خوب باشه مردم هم چیز پسند نه. باز ما که از اطرافی که مردم میایه مثلا خارج و داخل که میایه بیشتری همین کچیلیم و خود همین بانجانه. باز همین قسم این بازار که هست چی که دکان به همین اسم این پدر ما خدا بیامرز خلیفه علی مصدقه که بود،
این دیگه دیزی و همی کچیری به اون وقت مد بود حالا کمینه بی بازار کسی این بچه ملنگه که کچیری لیلافر میزنه یک ما میزنه دیگه کسی بی بازار عدد سنی بیه یا نمیتونه دیگه خود میفهمه بکاره ما دیگه چند سال کمی کچیری ما به جا خورده و این مردم میبرم و از خارج و داخل کمی همی کچیری مال میخورم. از کچیری ها شما بعد از کچیری ملنگ شما تنها کسی که برنج لیلافر درست میکنه. بله. دیزی شما چی رقمه؟ دیزی هم زیاد سفارش میاره یعنی فقط کچیریه؟ دیگه اگه میگم چیزی که خوب باشه مردم دیگه میای اگه خوب نباشه ما زحمت خود بیوده نمیکشیم که شاگرد دیگه مردم باشین دکون از خود ما زحمت خود بیوده نمیکشه تا جایی که بتونین زحمت خود میکشین که مشتری از ما راضی باشه با همه کیفیت و بالا علی همونطور استفاده از هر ادویه خو از هر گوشت خو از هر شی میگم باشه که مشتری راضی باشه و هم زحمت میکشه که همون قطار میخوره به جون بشینه دیگه من تو جایی که هست زحمت خو میکشیم ببینین خدا من شما لذت بده. حالا شده که مثلا عجله داشته باشین دیگه پیش شما سوخته باشه یا شور شده باشه که مردم دمیت گوشنه بیامده باشن و گوشنه پس برفتن حالا کنار شده میره بینی خدا ما که زحمت خو میکشیم میگم شاگرد نیم این فلان چند تا پرسونل دارن داخل همین سماوار چند تا پرسونل خود شما کار میکنن؟ برای فعلا ما 5 نفریم به این چی یعنی خلیفه شما این 4 تا دیگه شاگردن درسته؟ دیگه ما اینجا چیزی هست که یک برادر منه اولاد منه دیگه یک شاگرد اونم که هست به جز به فرزند دادن گفتم شما شاگرد یعنی هم میگی شما مثل رفیق و دوست و همکار کار میکنه چیزی هست که شاگردی اما که مثلا شاگرد از بردیمونیه او همه این بچه های این اولاد منه که صبح میه بیرمه ده که یک تخمونی بخوره که اقلا ما زحمت خود بالی میکشیم که بعد از ما بتونیم هم یک چیزی ورد ما از بغل بیا خواهیم که اونا رو بردیشتیم اقلا نو هم از بغل مورده بگه خدا خیر بده این خلیفه ما. بسیار خوب. امی 30 ساله که شما به همین دکان کار میکنید. به همین 30 سال خاطره خوشی اگر به فلان دارید مثلا خواهی خاطره که برای ما بیننده عزیز تعریف کنید. خاطر خیلی از این بازار کوچه خیلیه. یک وقت اینجی بازار بود به اسم کوچه دیدالون میگفتم که مردم بار می آورد میره به پای سال ما اینجا بچه خودی بدیم میاد همین چاینکا چینی بود داخل از این کوچه دمی صبحانه صبح می آمدن چای نون میخوردم نون غلیف می آورد اینجا 100 تا خر و سن کتن داخل از این کوچه چای بخور و چای بیا حالا همین باز همین دکاندارا و همین محیط منطقه هم میگه غذا از شما میگیرن درسته؟ بس این بازار کوچه که همین اطرافی که هست معمولا از بیرون از این اطرافای شهر میاد دیروز از شما بیتر نباشه 10 تا 200 از مینو به خارج بیدم اولین که ازم آمدم به ایراد تا شدم بیان اینجی به دیزی خورده بعد از 12 13 سالی شماره من شما کجا پیدا که زنگ زد فلانی به کجا گفتم بده کنم گفت به ما 10 تا 12 تا دیزی ما نگاه دار کامی ما لگت دیاره تک شدیم یا موتر تک شدیم ما 10 دقیقه دیگه پیش تانه بعد از 12 سال اینا آمدم به همین دکان که خاطرها 20 ساله و 30 ساله ما پس زنده شد که خودم دیگه 10 دقیقه 6 نیم صحبت کردم. هنر بهتر از نام پدر، هنر زنده کند نام پدر. یعنی زحماتی که کشیدین همون اسم پدر جان شما و همون منطقه شما جاویدان مانه. انشالله که همیشه موفق و سربلند و پیروز باشین. انشالله که کاروبار شما رونق داره، بیشتر رونق پیدا کنه. اگر گفتنی دارین، صحبت دارین، پیشنهاد به دوستا دارین، بفرمایید کاملا به خدمت شما. ما که دیگه چیزی دوست گفتنی خاص نداریم فقط همین هر همکاری که هست کار خو کمی کنه به صداقت بکنه که یک مشتری بیه اقلا بگه خیر بینی زحمت خور که کشیدی همین خیر بینی به دنیا میارزه دیگه گفتنی خاص ندارم تشکری خاصی هم شما و همکار شما داره که بیه دکون ملنگی ما آمده زنده باشه وقت شما خوش باشه قربان شما پادشاهی خداوند شما را همیشه موفق و سربلند داشته باشه سلامت باشید بیننده عزیز برنامه ما ادامه داره تا ختم برنامه در کنار ما باشه سپاسگزارم خب امران عزیز برنامه ما ادامه داره هنوزم شما میتونید تا آخر برنامه در کنار ما باشین
آمادیم سر جایی که اینا دیزی درست میکنن برای مردم. نام خدا همیت یک بوی خوب، رنگ و روی خوب داره که همیت بوی از این آدم دیگه به فضا میبره. شما لطف کنیم برای ما بگین که دیزی ها شما چند نفر هست، قیمت های اینا چی رقمه، همون گوشت که داخل از این انداخته این گوشت چی هست، اگر زن بزرگ مبارک شما که به چند نفر هست همینا اگر لطف بکنن در مورد از اینا برای ما معلومات بدین. دی بزرگ کسی هست که مثلا همین دیزی یک نفر هم میخوره. ما داریم 70 دیپی، داریم با 80 دیپی، 100 120 150 4 مدله. مشتری هست که دست و دانه میرسه همین 100 در به یک نفر هم میخوره. همین 70 درم به این بزرگ حالک فیلی که کار نی غریبی نی، همین 70 درم شاید به 3 نفر 4 نفر پرده گذاری خور بکنه. باز همی 70 افغانی شما چقدر گوشت داره؟ 80 افغانی چقدر داره؟ 120 150 دیگه اینا هر کدوم خود مشه اینا که هست به خونه میبرم ریزه میکنم. میگم اولا که ما عرض کردم گفتم مادام چیزی هست که یک کس به پدری مونه. ما خوش داریم که مثلا نگه نام پدر از این کس گل نشو، ما که زحمت میکشیم همین جی بابا میای ما نمیشناسه، به اسم بچه فلانی میشناسه. ما این که اسم پدر ما از این کوچه گم نشه. این از این دکونه که من صبح تا شم زحمت میکشم 4 تا از این به ما معاش از این اثره. میگم نه من همین جمعی زحمت نمیکشم، نصف نون میخورم، همین نام پدر خو گل نمیکنم. چی که پدر ما این کوچه 70 80 سال یا 90 سال اقامت داشته و همینجی این بازار بود که این کوچه دیدالان بود، این بازار سرپیش بود. خود در این کوچه بازار میشناس. بعد بلغه بعدی که پدر ما یک کس بود، پدر ما یک آدمی بود که هم شکستبند بود، هم استاد مارگیر بود که هزاران نفر میشناخت. میگم از خارج و داخل میه که همین بابا با کجای ما همین چند وقت بیشتر یک رفیق آمد از خارج آمد، پیرمرد و رد از 80 70 سال بیامد و این خلیفه علیمت دن که گفتن خدا بیامرزه 3 سال میشه فید کرده. او بابا باور نمیکرد. ساعتی که بردم بالا سر خاک از او بابا با گریه شد که من تو 3 رد از چند وقت آمدم که همین خلیفه رو ببینم که هم فید کرده. ما همین کس به پدر خود ادامه میدیم. چیزی هست که اقلا نمی زحمت خود میکشین که نام پدر گل نشه. برای این جیرتی خود ما شما نه. با چی یک رنگ و بوی داره نام خدا. خوب این هست که ما یعنی آماده فقط تا دمی که مشتری بیاید دیگه باز به هم زنیم و دیگه تا مشتری نوش جان کنه. با بغل از قابلی داره دیگه باز بمیه و بانجون و لوبی و قیمه و چیزی دیگه هم هسته. بابا کشمش های آدم نگاه میکنه اصلا هر کدام اندازه یک جوزیه نام خدا. دیگه این زحمت خود که ما میکشیم بیودنش هم کیفیت غذا اینا نام خدا خوب و هم قیمت ها چون درک میکنن اینا هم شرایط اقتصادی مردم افغانستان یکو چشم پوشی از کسی نی. هم میگه ما در جریانیم. شرایط مردم افغانستان فعلا اقتصاد ناضعیفتره، کیفیت اینا هم خوبه، قیمت های اینا مناسبه. ما این برنج لیلافره به هر هتل هم بریان خورش میده. ما 4 خورش میرسم میگم بابا اگه خیره که 10 روپیه میده یا 100 روپیه میده یا 5 روپیه میده نوش جان میکنه، زحمت میکشه، همون به جون بشینه. ما دیگه چیزی هست که اگه پایدار بخونه ببینیم ولی غذار به جان مردم هم ایت محفل ها جای چیزی هم باشه شما آشپزی میکنیم؟ من تا به تقریبا 50 کیسه برنج خود متنا رفتم تا به 30-40 قلورم هر جا که بگی یکم رو کمال جای رفتم مثلا نگاه به تکیا به ماچیتا به مثلا نگاه به محفلا رفتم که ما بدون شاگرد رفتم. چی که ولی که سر خود اطمینان دارم و کار خورم به ما معلومه که میفهم که دست میه همون کار من انجام میدم و میفهم که دست میه. خداوند شما رضایت بده. تشکر. نام خدا بینده عزیز امیال اکینا میگن خومه ولی به امیالت خومی دل آدم مایه که امیت مقبول برنج که ما 10 دقیقه پیشتر بود بدم کردم این باید نگاه کنید دونه دونه شماره کرده میشه. همون برنج لیلافر هم بگیره یه حال اکبرت شما میدی این با دست چسبیده میشه دونه دونه مگر شماره کرده بشه. چه ما زحمت خورد میکنیم. راست میگی. خیر بینین. تشکر. بیننده عزیز برنامه ما کماکان ادامه داره. تا آخر برنامه در کنار ما باش. بیننده
بیننده عزیز، برنامه ما کماکان ادامه داره. امیدوارم تا آخر برنامه در کنار ما باشین. کنار یک از حاجی صاحبای بزرگوار هستم که یک از بومیای همین منطقه هستن و خود اینا معرفی میشیم و خاطراتی که در این منطقه دارن و در این ساماوار دارن از اونا پرسان میکنیم. سلام حاجی کاکا، وقت سلام شما علیکم. مونده نباشید. سلامت باشید. خیریت از جان شما جور تیاری. شکر. معرفی بکنین کاکای گل مخلوق. من در محمد جانم از کوچه خیراتی ها، من به کوچه خیراتی ها دیکن دارم. اور اکتیر شدم از راه دیدم شیشتی هم گفتم باشه چند کلمه صحبت بکنم. سلامت باشین. دی محمد جان بدین درسته؟ دکون چی دارن دی محمد جان؟ نجاری دارن. چند ساله که دکون نجاری دارن؟ تقریبا خیلی وقت. در وقتی که ما بچه بودیم همین دکون ما هست. یعنی خود شما هم نجارن درست؟ بله. حالی هم کار میکنن یا نه؟ دکون بودم اما اگر دکون آمدم. بسیار خوب. از همین خاطراتی که از همین منطقه دارن، از همین کوچه دارن، از دوران نجاری دارن برای ما بیننده بگید. یک وقتی بود که ما نجاری میکردیم، این ترنده ها فغانی بود، تختکاری بود، این کاش میکردیم. یعنی به حساب حالا دیگه ارا دو سالی بود، این چون میبریم. انال ماشین ها عربی آمده، فیلد کیون میبریم. کار شما ساده تر شده؟ کار ما خیلی شده شده. یعنی به حساب اگه چیز میکنیم، همین کلونای ما داشتیم، سفیدای داشتیم، اونا بیچارا برفتن. انال ما به کوچه خیراتی ها یک نفر کلون با هم کوچه خیراتی ها هستم. یعنی دیگه هر باشه میریم مدیکون خود داتانونی پیدا میکنیم. از این شغل ما هست به حساب نگاه میکنیم. کمود درست میکنیم، بوفه درست میکنیم، در درست میکنیم. یعنی مشتری دارین؟ فلان هم مشتری دارین؟ مشتری شما زیاده؟ ما قدیمی ما مشتری هسته، اینیه که نباشه. هم بازار راق دیگه همونجا جا ما بود، بچه بازار راق ما. باز اینجا آمدیم به خود سرای خریدیم دیگه. همین خود این برادرها. چند ساله که اینجا سرای؟ ما تقریبا شاید 20 ساله بشه. از قدیما بگین کاکا جان برای ما. قدیما چی رقم بودیم منطقه؟ با بازار راق کم که می آمدیم 10 تا به در یک دکانی میشیستیم. همینجا چایا گذاشته بود، چیپورا گذاشته بود، میخوردیم. باز مقصد از اینه میرفتیم ایبری به گدیا سوار میشدیم، میرفتیم در سینما چکر میزدیم بخور. ساعت مطیر بود. دیگه باز به ما بچه بازار راقیم، بچه بازار راقم خدا بیامرزه. همین هایی که به شما میگم، نوربای سلطان بود، سرگل بود، دیگه رحمان غول بود، رحمان گنده بود، علماء بچه شیر بود. اینا چی کاره بودن؟ چی کار اینا با این بازار راق نمی بودن. ما بچه ها زیر دست ناییم دیگه. علی بای بود، دیگه براد زبی بود، امین براد بود. و حساب زبی برای هم که بگفتم. همین بچه ها شهر ما دیگه همون نوربای سلطان بود، خدا یار جان. اینا دیگه همون تو کاکای نومی بودن؟ همون تا نمی بودن والا. نمی. راست. همون بچه ها عباس سقای بودم، رحیم و کریم و اینا. با بازار عراق ما که همین بچه ها بازار عراق که من میشناسم، من هم گپ از اونا میزنم. ما به کار دیگه کار ندارم که بازار عراق همین بچه ها ما نمی بودم. خدایی نمی بودم، بچه ها صبحدار بودن، عبید بود، عزیز بود، نور بود. به عنوان آخرین گفتنی خوب اگر به بیننده عزیز ما که شما از هر جای دنیا میبینن اگر گفتنی دارین بفرمایید. دیگه سلام بسیاری به هرچی مسافره. خدا یار جان هرچی مسافره. چی به لندن، چی به ایران و هر تپه که هست بشیندن. سلام بسیاری بر اینا برسه. بسم الله الله اکبر. گپ هم نداریم. سلامت باشین کاکا جان. خداوند سایه شما را سر ما کم نکنه. انشالله همیشه موفق و سربلند باشین. کاکا جان یک انسان خوش طبیعت، خوش اخلاق. گپ خیلی یاد ندارم که بخشش باشه. نه خیلی هم مقبول گپ زدن کاکا جان. بیاین چای بیاریم به کاکا، حلقه خشک شد خیلی گپ زدن. نه عزیز باشین در کنار ما. سوال دیگه ما اینه که عاشق بشده نشده، چند دفعه ازدواج کرده؟ عاشق شدیم به حساب یکی. اعمال یکی داریم. بسم الله الله اکبر.
ما چی نداریم. حیات دارن خانم شما؟ بله ها. ما بگم که یک دیگه هم میستونم اول به طلاق دیگه مگه نگو هیچی. این دل شما ماه بستونه؟ دل ما ماه که دست بچه سلن میکنم. دست بچه ها یا مادر بچه ها؟ بچه ها بابا اگه بفهمن که ما زندگی کردم بابا ایلو ما از شهر فرار میکنن. زن ما همون مقصد از اینه برای بگم ما زن کنم اصلا مگه بیام به میست دیگه خودشون حوصله نمیکنم بابا مکه. راست میگی. همین دوران قدیم عشق عاشقی چی رقم بود؟ پیشکشا چی رقم بود؟ پیشکشا عروسی همینطور بود که بسم الله اکبر میرفتیم به خواستگاری میرفتن. حال دوده دیگه دوده شده. ما خدا شاهد نمیفهمیم که ما با کجا نمدادار کردن کلاممو. میفهمی؟ وقتی که میرفتیم میدیدیم میگم پاته دست کن. بابا این کینه نمیتونید حوصله کنیم که کی بوده کی دختر کی بوده دختر به خدا خود به طور امین خصوصا مدادم نشناختم دختر کینه. راست. یعنی اگه میدیدین هم نمیشناختیم. نمیشناختیم. الان هم 20,000 روپیه که پیشکش هست ما بستوندم. بسم الله اکبر عروسی قرار کرده. یک وقت همون دوری ما بری پروی شد و دیگه دوری ها که بری شروع بود. من دوری ما قرار کرده یک چکی دوکیالی برای اینجا بنداختونیم. عروسی کردیم غلام نبی هم بود خدا یار جان باشه. عروسی خوب کردیم برفتیم راه کار. همین حالا چند تا فرزند دارن؟ چند تا دختر دارن؟ چند تا بچه دارن؟ 5 تا فرزند دارم 2 تا دختر. 2 تا 4 تایی که به تهران یکی به آلمان یادش بخیر باشه یاد جمی جوانا بخیر باشه. 2 تا دختر دارم یکی به زنجی یکی هم به آلمانه. بسیار خوب. با اینا ازدواج کردن دختر؟ با چند پیشکش گرفتن کاکا؟ راست خور بگید. اگر راست میپرسیم از من که همین 2 تا دختر عروس نکردم خونگاه ما دوست زد برادر. دوست. هر چی دیشتم و ندیشتم بتر مش موترها انداختن و دیشتم ببرم بسم الله اکبر. همه دخترها که عروس کردن. البته خیلی پیشکش استونید دوزدام خبر شده بود. پیشکش دیگه بلد نرو که پیشکش به من هیچ چی ندادم نماییم ما همین رسم ما مردم. باز بچه ها خود که چی کردن چند پیشکش؟ بچه ها خودم اصلا ما پیشکش نداریم قومی ما پیشکش نیه که پیشکش ما بدیم. همون عروسی ها دوالی هست دیگه که خدا نصیب نکنه برادر. بلد نرو. خیلی مصرف داره نه؟ مصرف همیتا مصرف داره که مقصد از اینه مرتکه که خودی تو 20 سال پیش سلام علیک دیشته مگر اون خبر کنی باز همون که سلام علیک دیشته 10 تا دیگر هم میگه بریم که عروسی فلانیه اونا رو همیتا بی خبر میاره. بی خبر برد نرو لالا که مجلسای حالی دیگه نیه غرط لام میشه آدم. ایت نمیشه کار دیگه بکنید مثلا بگین برین و بگین که دمی که تو میید یک کبی یا خود یک رفت خود نمیتونیم به 100 سال بگیم بابا ایلو به 100 سال نمیتونیم بگیم خدا بیار از 1 نفر تا 100 نفره. امروز ماما کاکا جگر ماما جگر امروز چاشنا مهمون شما بریم با چی میده؟ برای شما هم هر چی که خواسته باشه خدا شاهدم هر چی که ماییم ما کچری هم مایم شوروا هم مایم باجوسی هم ماییم هانی هم پیش ما استادیم هم هر چی که ماییم 1 نفر 2 نفر 10 نفر 20 نفر خیر بینیم خیر بینیم تشکر سلامت باشیم باز انشالله سر فرصت میایم باز مهمون شما میشیم. نتیجه مردم احساس میکنم صمیمیت مردم نسبت به قدیم کمتر شده رفاقت ها کمتر شده سلام علیکا کمتر شده چه؟ کمتر از این شده میفهمی که هر که جای و نفسای هر که میزنه که دوگانان خود هر بیاره مقصد از اینه پولدارتر شه. ما نگاه میکنیم میرفتیم با مادر خود میگفتیم به ما نون بدی میگفتیم نون بدی ولی ما خود نون مقصد از اینه نبود چیزی خدایی آدم بگه دومان ما پور نون میکرد قرار که نون خوش که میزنیم و تا دومان خود میکردیم میرفتیم خودی را که پا خود میخوردیم. ما میگفتم پول بدیم با پیار خود میگفتم پول بدی یک شمزه بدیم ما میداد شمزه را میرفتم زردک میسون تا دومان ما پول از زردک بود میخوردیم. انال بیا تماشا کن انال بیت وقت شده که برار با برار نمیتونه برسه نمیه عید به عید سران دیگه خب برارا بلد نیم اما دوره تیر شد خود دوری بودک دوری کک ما اینو که خوش که من تا من خوبی که نگراه کرده میخوردیم. او دوره بهتر بود از این دوره نه؟ بله که بیتر بود
ما خیر بدین کاکا جان، خدا قربان من شما شما. خیری بده. اما خدا بکنه دیگه که من کفر رفت نکرده باشم. نه کاکا جان، اگر گپ و گفتنی دارین ببینید عزیز، ما را از کشورهای دیگه هم میبینن، از افغانستان هم میبینن. نه سلام بسیاری من دوست داره که تو هر کس کمی فیلم میبینه سلام برسه بری اونا دیگه. ما عرض ندارم، سلام بسیاری به بیننده عزیز برسه. سلامت دست باشه. نادر نکنه، زحمتا خود ببخشم. سلامت باشه. تشکر کاکا جان، سلامت باشه. خب بیننده عزیز، این بودی برنامه ما. امیدوارم که برای شما خوشایند تمام شده باشه. کانال ما را از حمایت فراموش نکنین، سابسکرایب کنین، ویدیو ما لایک و شیر کنین. انشالله ما هستیم، در کنار شما هستیم، از جای دیدنی هرات و افغانستان برای شما گزارش تهیه میکنیم. فقط ما درخواست ما از شما اینه که ما را از حمایت فراموش نکنین، از دعای خیر خود فراموش نکنین. انشالله هر جای که هستین سالم و تندرست باشین، اوقات بر وفق مراد شما باشه. شما رو به خداوند بی‌نیاز و کریم میسپارم. وقت همگی شما بخیر.